درود، طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 16 میون و استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگا. دادگاه در جنوب تاجیکستان 3 ساکن ولایت ختلان را با گناه قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم کرد. روز 16 ایون این 3 جوان از ناحیه مرزی شمس‌الدین شاهین و یا شوراباد پیشین برای معامله با قاچاقبران افغان از 6 تا به 14 سالی به زندان محکوم شدند. کمیته امنیت ملی میگوید ساکنان دهه یالی ناحیه علیشیر عبدالحفیظ رحیم علی شریف در عوض 32 کیلو افیون و حشیش احمد شاه شریف یکی از دوستانش را به یک قاچاقبر افغان در افغانستان به گرو گذاشتند، ولی ماموران امنیتی این جوان را آزاد کرده به تاجیکستان برگرداندند. یک از این جوانان 18 سال و 2 نفر دیگر فقط 19 سالی دارند. ناحیه شمس‌الدین شاهین در مرز با افغانستان یکی از راههای قاچاق افیون و تریاک و هروئین به تاجیکستان است. و در ولایت سوخت 7 روحانی را با گناه عضویت در یک سازمان ممنوع دینی به زندان محکوم کردند. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 16 ایون به رادیو آزادی گفت 7 امام خطیب و خطیبان 4 شهر و ناحیه ولایت برای عضویت در سازمان اخوان‌المسلمین و 3 ساله زندان محکوم شدند. با گفته مقامات انتظامی این روحانیان از شهرهای خوجند و کانیبادام، گلستان و ناحیه‌های اسفره و باباجان غفوروف عقیده‌های اخوان‌المسلمین را در مسجدها در بین مردم ترغیب می‌کردند. وکیلان دفاعی روحانیان درباره حکم‌ها هنوز اظهار نظر نکردند. این روحانیان ماه مارس دستگیر شدند. دادگاه عالی تاجیکستان اخوان‌المسلمین را به فهرست سازمان‌های افراطگرا وارد کرده است. در فرانسه انجمانی تاجیکان در این کشور ثبت نام شد. شفق فرخزاد رئیس انجمن روز 15 ایون به رادیو آزادی گفت انجمن را برای آن تأسیس دادند تا تاجیکان در این کشور اروپا پراکنده نباشند و زیر چتر یک سازمان سرجم شوند. در فرانسه ده‌ها خانواده تاجیک زندگی می‌کنند و اکثریتشان فرهنگیان هستند. شاید مهمترش اینم باشد که اون فرزندانی ما که در اینجا به دنیا آمدند تاریخی خودمان را، اون زبان و فرهنگ خودمان را بشناسند. مصاحبه کامل با شفق فرخزاد در وبسایت azadi.org. درگذشت یکی از خبرنگاران شناخته تاجیک اهل خانواده او و نزدیکانش را در ماتم نشاند. شریف میسایزود خبرنگاری سابقه دار که سالهای طولانی در رادیوی تاجیکستان و صدای دوشنبه کار میکرد روز 16 ایون در پایتخت درگذشت. همکارانش از او به حیث خبرنگار یاد کردند که همیشه درد دل مردم را گوش میکرد. یک خصوصیت خاص شریف میسایزود از این عبارت بود که همه وقت چهره گشاد بود، همه وقت جوینده بود، صاحب کار بود، صاحب قلم بود. برای پیشرفت ملتش، برای پیشرفت میهنش سعی می‌ورد. خبرنگاری 50 ساله طی 5 سال اخیر از بیماری قلب رنج می‌کشید و روزهای اخیر بیماریش اوج گرفته است. شریف میسایزود یکی از مؤلفان برنامه مشهور خاک وطن در سالهای جنگ شهروندی است که از رادیوی دولتی تاجیکستان صدا می‌داد و محققان می‌گویند نقش این برنامه در برگردانیدن پناهندگان تاجیک از افغانستان و پیدا کردن برادران و خواهران یکدیگر را گم کرده بسیار برجسته بود. ای وطن، ای هدیه بی‌منت یزدان پاک، من به دامان نمازیت عبادت میکنم. سلام و پیام مهربان ما نثار شما باد هموطنان عزیز. شرکت معروف امریکایی دیسنی در چین یک پارک بزرگ استراحتی را باز کرد. در این مرکز تفریحی بلندترین قصر افسانه‌ای جایگیر است و قهرمان‌های افسانه‌های امریکایی را در هر گوشه آن می‌توان دید. به تخمین شرکت دیسنی در نزدیکی پارک مذکور 330 میلیون نفر از زندگی می‌کنند که می‌توانند برای خوش گذراندن وقت به اینجا بیایند. اینجا ما 7 کیلومتر مربع زمین داریم که بسازیم. ما امکانات زیادی برای وسیع کردن پارک و ساختن اتراکسیون های نو داریم که دیسنی موافق به ذوق چینایی ها بسازیم. در این باغ تمام افسانه ها به زبان چینی برگردان شدند. شرکت دیسنی می‌خواهد در آینده در چین بیشتر از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند، با وجود آنکه بر رقابت شرکت‌های داخلی چینی روبروست. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صحیفه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.